سلام بچه ها، خوش اومدیم به خوش اومدیم به چنل ما. خب اومدیم با یه چالش دیگه. مهمون حالا چالش رو مسی خانم توضیح میدن. ما یعنی دارم من، یعنی خدا سرشاهده نه خودم، من یه فرد یعنی وظیفه خودم چون میدونم، چون فقط ما همین فقط نگاه میکنیم. چند تا چیپس گذاشتیم اینجا و 3 تاشون رو انتخاب میکنیم که سمی هم. آها اسم چالش رو نگفتیم. چالش بوم بوم بوم. 3 تا چیپس رو انتخاب میکنیم که سمی هن و طرف مقابل نمیدونه و اگر اونا رو انتخاب کنیم مجبور میشیم که با سس معروف سلام نوکردم سبت بخیر این سس خدا برسه خودتون میدونین دیگه. یادتون تو ویدیو قبلی چه اتفاقی افتاد؟ واقعا متنفرم از این. اینو میخوایی تا ماه خط میسوزونه. بیخالدون میسوزونه. خب اوکی بریم. چشات هم ببند. بوم بوم بوم. خب یادم نمونه حالا کدوم بود. باور کنید همچین قابلیتی داره که یادش نمونه. بوم بوم بوم. یه جور محکم زدی تکون نمیخوره الان برگرد. یادت باشه کدوم بودا. سنگ کاغذ قیچی کنیم که کی اول انجام بده. هر کی به بازه اون اول انجام میده. یه دونه دیگه. سنگ کاغذ قیچی. چکش طلایی. اگه نبود بگو سیفه. سیفه. سام کن. سیفه. دلتون نخواد. خائن چنده سیفه. یعنی ببین اینقدر من بدشانسم یه دونه از آسمون بیفته صاف تو باسن من رو سر دومی چرا؟ کم بزن. برو. آبم نداریم ها. نه نمیخواد بیا ولش کن. قشنگ میخواد مجازات چی؟ من برم؟ برو. شوخی نکن. یعنی کارما رو کاش همیشه انقدر زود آدم ها پس بدن. خدایا مرسی. بیا عشقم نداریم ما اینجا عشقم نداریم. عشقم تو رو قوری اینه. به مامانم میگم ها. خدا همونو میگه. یعنی شانس فقط این. ما رو از این چیزا نترسون. نمیترسونم بکن. وقتی یه مردادی باشی اینقدر توکس منم دیگه بدرم از اون انتخاب. برو. تا آخر چالش نمیدونم. سیف. سیف.
خدا بس دیگه آه خسته شدیم دیگه. یا غریب الغراب بیا. ببین جون مادرت کم بری. به خدا این هر یه قطعش قشنگ خونه انگار، رنگ خون نیستا. نمیدونم منظورم رو فهمیدی؟ آره همون من اوه چجوری انتخاب کرده بودی مگه نباید ردیف انتخاب کنیم؟ زبدری بالا پایین زده بودی؟ مگه اینجوری نکردی تو؟ من فکر کنم مثلا باید تو یه ردیف اینجوری باشه. به خدا بازی رو واسه من قشنگ توضیح نداده، فقط گفته اینجوری انتخاب میکنیم طبق نشونهای خودش. ردیفی بهم توضیح میداد، من فکر کنم ردیفیه. و خودش یکی اینجا زده، یکی اینجا زده، یکی اینجا زده. خب بیا این یه دونه رو واسه یه چیز دیگه انتخاب میکنم. نه دیگه زدی دیگه. من بازی تموم میشه. اشکال نداره، من باختم دیگه. باختی بعدم باختی. الان بدبختی میدونی چیه؟ برو. بچه من اوه من این چال راحتی عزیز دلم. دست اول و بازی اول و گیم اول من باختم، ولی ببین دو تا دیگر رو رنده میکنم. بریم اومدیم. سه هماهنگی موج میزنه بینمون. آره. اومدیم با یه چالش ساندویچ شانسی. خب آقای محرز انتخاب میکنه که دست راست منو، اون چیزی که تو دست راست منه رو بخوره، بد داره حرف میزنه. یا اونی که تو دست چپ منه. انتخاب بین این دو دست. چپ. راست چپ. کدوم؟ و یه ساندویچ مشی واسش درست میکنیم. بریم راست یا چپ؟ راست. راست یا چپ؟ راست. راست یا چپ؟ این یکی رو بزنم چپ. چپ گل. راست یا چپ؟ به خدا این خنده هاشو میشناسم من. این خنده هاش قشنگ بوی مرگ میده واسه من. بوی مرگ. اوه چپ. راست یا چپ؟ آخریه؟ بله. اینم میزنم چپ. انتخابات. مربای یک گاز خیلی خوشمزه. آخه من به بقیه کاری ندارم. ترکیب همین مربا با کشک. یه گاز بزن. بله. دوستان
عزیز متاسفانه در این مرحله ما محمد رو از دست دادیم. حالا وقت تلافی تلافیه. و جبران. عزیزم ببین بیمارستانی هم الانه. به مامانم میگم. باشه خب آماده ای؟ بله. برو بریم. راست چپ. راست. این انگار راست چپ. چپ. راست یا چپ؟ چپ. راست یا چپ؟ راست. A few moments later. حالا میتونیم بازش کنیم. بریم. عشقم چقدر فلفل سبز. چقدر فلفل سبز؟ بهت میگم نریزی رو فرش. ترکیب انوگو. چقدر بیشوری تو. من میخوام بخورم اونو. ترکیب عزیزم تقدیم با خب این اولش خیلی اتفاقا فلفل من داره. گذاشتم همونجا، از همونجا گاز بزنی. اول آخر نداره. خوشمزه است. بخور بخور. واقعا بچه ها انتقامو گرفتم. Few moments later. خب بچه حالا اومدیم با چالش آخر. چالشمون چجوریه حالا؟ سنگ کاغذ قیچی انجام میدیم. هر کسی که برد، یعنی توی اون دست مثلا میگیم سنگ کاغذ قیچی، من بردم، اینو من میتونم یه پله بیارم جلو، پله رو چیدیم، یا میتونم ظرف حریفم و یه پله بیارم عقب. یعنی هم میتونم یا جایزه بردم و ظرف خودم رو ببرم جلو، یا ظرف حریفم رو بکشم عقب اگه جلو بود از من. دست خودم، به انتخاب خودمه. و در آخر هر کسی برسه به نقطه پایان برنده است و نفر بازنده نه این فرش کثیف میشه عزیزم. با سر باید بره توی آب. خوب تربیتش کردم. میدونه فرش کثیف میشه. الان مثلا چیزی بگم نمیگم. بریم. خب سنگ کاغذ قیچی. 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 این چیه؟ قیچیم باز شده، تازه متولد شده. سنگ کاغذ قیچی. بودو. سنگ کاغذ قیچی. 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 سنگ کاغذ خیلی سنگ کاغذ قیچی. الهی من بمیرم براش. یعنی من کلاه بذارم سر این آدم. این آدم انقدر مهربونه. عشقم من الان قیچی آوردم تو سنگ آورده بودی. چرا کاغذ من نیاوردم. وای خدا من سادم. سنگ کاغذ قیچی. بودو. سنگ کاغذ قیچی. 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 اوه سنگ کاغذ قیچی. نمیذارم بری جلو. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی.
سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی و تمام قربون صورت ماهت برم من قربون برم خدا دلم نمیاد قرآن دلم یا انگار ما گردن جان من نگاه کن دواقع نفس نکش سلام چرا آمد خب بریم دوباره اینو بریم حداقل یه دست اول من بردم خدای من بزرگه حاجی حاجی دم شدی اون توش قبلی کی بود؟ نازنین؟ خدای من خیلی بزرگه داداش خدای من خیلی بزرگه خدای منم بزرگه حاجی نه داداش بریم من زن. میگم این دفعه سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی بودو سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ بیا سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ من اینو آوردم دیگه الان بیا خب بعد استوب میخو سنگ کاغذ قیچی بیا سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ من تو اوج باید خداحافظی کنم نمیخوام سنگ کاغذ قیچی یعنی بعد تو اوج خداحافظی میکردم من از مال خودت استفاده میکنم ازم با صورت زیبات خداحافظی کنم من مهم نیست ایشون بنده رو دوست داشته باشه نداشته باشه بنده رو قبول داشته باشه نداشته باشه آدم برفی شدم از این بار نکن دماغم رفته خود نفس بگیر ببینم نه داره برف میادش پیر شدی دست آخر دست آخر آره دیگه یه دور دیگه هم یکی بریم. من یکی تو حالا سومی رو ببینیم کی میبره که منم بریم سنگ کاغذ قیچی 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 سنگ کاغذ بیا سنگ کاغذ قیچی میتونم از اینجا خدایا بیا سنگ کاغذ قیچی برگرد عقب ببینم برگرد عقب سنگ کاغذ قیچی سنگ سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی برگرد بیا سنگ کاغذ قیچی دور جلو سنگ کاغذ قیچی اینجا آدم پیر شده عشقم وقتی بزرگ چی پیر شی بزرگ بیا آره بزرگشم پیشم سنگ امروز اینا همه پیر شده سنگ کاغذ قیچی
سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ نه سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی وای سنگ کاغذ قیچی نمیذارم بیا سنگ کاغذ نه این بود. سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی میز جهیزیمه. بس دیگه. کار میکن میخوای به تخم مرغ هم بشکن توش عالی میشه. نه نمی میترسم ببینم. انگار میخواست خمیر درست کنه قشنگ اینور اینور برو قطعه هم بیار بذار روش آبم بریز رومون دیگه. تو راضی این الان از این قیافه؟ نه کی میخواد نور جمع کن. خب بچه‌ها این هم از چالش آخر و چالش امروزمون. میبینید دیگه سر و وضع رو ببینین. امیدوارم از این 3 تا چالشمون خوشتون اومده باشه. حمایتمون کنین لطفاً. ما تازه اول راهیم. شاید این سری چیزا رو از قلم بندازیم، خیلی حرفه‌ای نباشیم، ولی یاد میگیریم، کم کم میریم جلو با حمایت و کمک شما. امیدوارم از این ویدیو ما خوشتون اومده باشه. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. این امو کشیدم عشقم. لغتت نکن عشقم. دارم میتکنم خودم و مسیح. درود به مرام، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت.